تا حالا شده به این فکر کنید که چرا بین این همه پیامبر فقط حضرت سلیمان بود که چنین قدرت عجیبی داشت؟ کنترل باد، حرف زدن با حیوانات و فرماندهی بر موجودات غیر ارگانیک؟ خیلیا میگن اینها افسانه است، اما من توی منابع قدیمی و کتاب‌های خاصی مثل آصف ابن برخیا دنبال جواب گشتم. چیزی که پیدا کردم منو تکون داد. قدرت سلیمان از یک شی یا یک ورد خاص نبود. اون به یک کد کیهانی دست پیدا کرده بود که اجازه میداد قوانین فیزیک رو تغییر بده. اما این کد چی بود؟ توی این دست‌نوشته‌ها یه نکته طلایی هست. سلیمان هیچ وقت نگفت من این کار رو میکنم. اون همیشه میگفت هازا من فضل ربی، یعنی این از فضل پروردگار منه. راز شوکه کننده اینجاست. برخلاف جادوگرها که دنبال تسخیر دنیا برای خودشون هستند، سلیمان خودش رو تسخیر خدا کرده بود. وقتی انسان به وصل مطلق برسه، خدا تمام کائنات رو براش مسخر میکنه. در واقع سلیمان به ما یاد داد که انسان کامل چه پتانسیلی داره. یادتونه تخت بلقیس چطور جابجا شد؟ قرآن میگه کسی این کار رو کرد که علمی از کتاب داشت. این علم جادوگری نبود، یک نوع فیزیک الهی بود که ما امروز حتی تصورش رو هم نمیتونیم بکنیم. توی این ویدیو میخوام براتون بگم که چطور این علم زمان و مکان رو دور میزد و چرا این دانش از دید عموم مخفی موند. حالا سوال اصلی اینجاست، آیا ما هم میتونیم؟ کتاب‌های ممنوعه میگن بله، اما یه شرط بزرگ داره. تا وقتی ظرف وجودی آدم بزرگ نشه، خدا این امانت رو بهش نمیده. سلیمان شدن بها داره. بهاش گذشتن از خود هست. توی این کانال میخوایم قدم به قدم بفهمیم چطور میشه ذهن و روح رو به اون منبع قدرت وصل کرد. خیلی‌ها فکر میکنن سلیمان علیه السلام فقط زبون گنجشک و مورچه رو میفهمید. اما حقیقت خیلی عمیق‌تره. توی متون قدیمی اومده که اون زبان فرکانس ها رو بلد بود. اون میتونست ارتعاش سنگ، گیاه و آب رو درک کنه. چرا؟ چون وقتی قلبت با خالق هستی هماهنگ بشه، دیگه هیچ موجودی برات غریبه نیست. سلیمان به ما یاد داد که دنیا مرده نیست. دنیا یک موجود زنده است که مدام داره با ما حرف میزنه، ولی ما گوشهامون رو بستیم. بخش بحث برانگیز داستان همون جنهای یاغی بودن که برای سلیمان کار میکردن. سلیمان چطور اونها رو مهار میکرد؟ با شمشیر؟ نه، با اقتدار الهی. سلیمان به ما نشون داد که وقتی روح انسان بزرگ بشه، حتی سرکشترین نیروهای طبیعت و ماورا هم در برابرش تعظیم میکنن. این بخش بهت یاد میده که ترس بزرگترین زنجیر توه. سلیمان نترسید، چون میدونست پشتش به کی گرمه. قصر سلیمان جوری بود که هر کسی وارد میشد فکر میکرد روی آب راه میره. ثروت سلیمان هنوز هم زبان زده. اما راز این ثروت چی بود؟ اون دنبال مال دنیا نبود. اون میخواست جلال و شکوه خدا رو روی زمین نشون بده. میخوایم بفهمیم چطور برکت الهی میتونه زندگی مادی آدم رو هم دگرگون کنه. وقتی برای خدا بسازی، خدا خودش مصالحش رو از غیب میرسونه. شاید فکر کنید سلیمان غرق در قدرت بود، اما روایت ها میگن اون شبها رو با نون خشک سر میکرد و گریه میکرد. اینجاست توی شوکه میشید. چطور میشه پادشاه کل جهان بود ولی انقدر متواضع؟ راز قدرت واقعی سلیمان همین بود. اون اجازه نداد قدرت قلبش رو سیاه کنه. اون پادشاهی میکرد اما بنده موند. این بزرگترین درسیه که هر کسی که دنبال قدرت‌های ماوراییه باید یاد بگیره. رفقا، تا اینجا دیدیم که سلیمان علیه السلام چطور با علم، ایمان و تسلیم مرزهای ممکن و ناممکن رو جابجا کرد. اما چرا من اینها رو براتون گفتم؟ چون میخواستم بفهمید که خدای سلیمان خدای شما هم هست. تمام اون قدرت‌ها، تمام اون علم‌ها همین الان هم در جهان وجود داره و کلیدش فقط یک چیزه: بازگشت به آغوش خالق. این پایان بخش اول سفر ما بود. توی بخش‌های بعدی می‌خوایم وارد راه‌هایی بشیم که چطور این قدرت‌ها رو توی زندگی خودمون فعال کنیم.
اگه از این جور سبک محتوا خوشتون میاد، خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید. ما قرار رازهای باور نکردنی عالم هستی رو براتون بازگو کنیم و اگه شد اونها رو با هم باز کنیم. تا ویدیو بعدی، یا حق.